سلام و وقت شما بخیر بیننده های عزیز، خواهران و برادران گرامی که در هر جای هستین و برنامه ما را تماشا میکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که جور و صحتمند و سرحال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بازم بنده نعمت الله حنفی با گزارش امروز در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز، قسمی که میبینید ما امروز در سرک اول شاه شهید قرار داریم که اینی چهارراهی را که شما میبینید به نام چهارراهی بابا دهقان مشهور است و سرکی است که مستقیم به طرف ارزان قیمت و به طرف شهدا و شهدای صالحین و چوک میره و ما دقیقاً به این مسیر حرکت میکنیم. با وطندارای ما صحبت آغاز میکنیم، ببینیم چی گفتنی ها دارن. با ما باشید دوستان عزیز. ما همینجا یکی از هموطنان با خود داریم، ببینیم چی گفتنی ها دارن. سلام مامای قند، خوب هستی؟ جانک جور است؟ چی حال احوال داری؟ نامک چی است ماما؟ نام اسدالله. اسدالله جان، دمی کار لیلامی هستی؟ بله. چطور از کار باره؟ شکر میکنیم از دربار خدا که قرآن مقرر کرده و میرسونه. چند است لیلامی های؟ لیلامی ها زنه 20 روپا و 30 روپا و ورش که برابر شده. 20 روپا و 30 روپا که میفروشی با یک چیز کار میکنی تا میشه بگو تا بگو خدا میروانه یک ساعت یک نیست میمانه بله. در یک کرتی که میفروشی چند میمانه؟ ما اجازه ای میرم از دکاندار است، اجازه ای میرم از دار یک نیست کمیشن میسن. خب اونم تا بگو 1500 600 یک سودا میشونه گاهی 100 گاهی کنیم. سرمایه دیگه از دیگه کس هست؟ سرمایه از دیگه کس بله. کار شما میکنی، کارش خودت میکنی. چی پیام داری به می مردم عزیز که تو را میبینن؟ مردم عزیز دیگه چی پیام داره؟ مردم عزیز دیگه چی کنن؟ بیچاره کار غریبی نیست، بیکار است دیگه، نمیشه سرگردان مردم میگردن دیگه، گاهی طرف خانه و گاهی طرف شهر و راست میگویم. اگه همین مشکل دارن از خدا میخوایم انشاءالله کارتان خوب شود و یک زندگی خوش داشته باشین. فعلا خدا نگهدار و خیر باشه. و سلام علیکم بیادر قم، خوب هستی بخیر؟ یک کمی همه تستا چه که دمی کامرا میم. نامک چی است؟ نامک گلالا. گلالا جان. گلالا جان، چی حال احوال داری؟ اول خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ زنده باشی. دایی تخم جوشانده کار میکنی او بیادر، دایی چیزی برات میمونه نمیمونه؟ والا دیگه خوب است دیگه، بشه گذران. روز چند قالب میفروشی؟ 2 قالب میره. 2 قالب پیش چاشت یک بیام بعد چاشت. باز دایی قالب تخم مثلا چند برات میمونه؟ والا دیگه دایی یک میمونه 80 روپا 100 روپا در قالبش. حالا یک دانه تخم مرغ در دکانا 7 روپا از دایی 2 روپا برات میمونه؟ دایی 2 روپا برای ما میمونه. 2 روپا 3 روپا 7 روپا میخریم، 10 روپا سودا میکنیم. باز یکم تخم جنگی هم میکنی؟ نه والا نه، از او کارا نمیکنیم. باره خوب میکنی کمی نگه هر چیزی که برد باغ داشته باشه و گناه داره و حرام است. چی پیام داری به بیننده های ما که تو را میبینن؟ والله دیگه برای بیننده های عزیز سلام میرسانیم دیگه. کدام شعر کدام پیام؟ والله دیگه سلام میرسانیم به همگی. یک سلام میرسانه. خدا نگهدارتان. خداحافظ. انشالله که موفق باشی. خدا یارت بخیر باش. ای ببین دوستا عزیز، آیسته آیسته همه تو میریم به طرف خود سرک عمومی. با ما باشید دوستا عزیز. بازم در سرک اول شاه شهید آمدیم، آیسته آیسته پیش میریم. ببینیم که همینجا جمع جوش هست و به خیالم که شلپک و بولانی است. سلام علیکم، خوب هستی بخیر؟ یادر جور هستی؟ جانا که جور است؟ چی حال احوال داری؟ نام چی است؟ شیر بسنده باشی. شیر عالم جان، کار میره میکنی؟
پراتا، شیر، همه چیز پراتا، گرم. شیر، نخود، اینمی چیزا هستن. زنده باشی. چطور است یک دانه ازی چند میآید؟ اینمی به 20 روپا، یک دیگر را که کم جور کرده و 10 روپا. 10 روپا هستن. اینمی پراتا. باز در یک دانه ازی چند میمونه براتان؟ والا ای کو حساب نکردیم، حساب کلش مال میارم. بس یک جایی اگر خلاص شود دیگر چیکش میکنیم که چی کا فایده داد. 20,000 داد، 15,000 داد، 10,000 داد، 5,000 داد. یک وقت میآید که 20,000 فایده میمونه. یک وقتی رقم میآید که مال قیمت میباشه نه، زغاله خواهد 200 گرم هستن. اوخ کم نمیشه. البته مدل کمال قیمت باشه ارزان باشه از زغاله خون نمیبنه. اینجا مال 5,000 یک روز یک ماه 5,000 میمونه، یک ماه 10,000 میمونه، یک ماهی تو می 15,000 20,000. این معلوم نمیشه در این کار باز مردم میان میخرن. کار خوب است. الحمدلله راضی است. حالا در خونه خو بسیار همین کار شما خوب هم است. چی پیام داری به می مردم عزیز؟ حالا چی پیام بده؟ خب زنده باشی و خیر باشی. یک 2 گلاس هم به ما شیر جور کن. بله چرا نه. کمی شیر هم نوش جان بکنیم باز بریم. 2 گلاس خوب تایت جور کو. دیگه هموطنان عزیز گزارش امروز دیدین و صحبت‌های مردم هم شنیدین. تا برنامه بعدی که بازم بنده نعمت الله حنفی در خدمت شما هستم. شما را به الله یکتا و به همتا مسپارم. حمایت‌هایتان از ما نگیرین. خدا نگهدارتان.